کنار و اطراف رو در این آینه و این آینه به صورت دوربین 360 به راننده نمایش داده میشه. یک نمایشگر سیستم اطلاع رسانی اینجا هستش که این هم بازم در رو نشون میده، در عقب رو، و یه کلاستر دیجیتالی هم در پشت فرمانه که اطلاعات مربوط به خودرو رو نشون میده. اینجا هم سیستم صوتی، تنظیمات گیربکس و تنظیمات مربوط به اتوبوس از جمله چراغ، صندلی، تنظیم ارتفاع سمت راننده، سمت شاگرد و تنظیم ارتفاع خود اتوبوس، باز بسته شدن درها و تنظیم نمایشگر رو در اینجا میتونید ببینید. کابین اتوبوس هم به این شکل هست، مشابه اتوبوس‌های دیزلی، با این تفاوت که دیگه هیچ